خوش اومدید به این اپیزود. من محمد رضا فتحی هستم، کوچ زندگی. آنچه در زندگی انجام می‌دهیم در ابدیت طنین انداز می‌شود. اسم این قسمت هست تراماهای جمعی. ما معمولا فکر می‌کنیم همه دردامون شخصی هن. اما بذارید یه نکته جالب رو بهتون بگم. دیدید بعضی وقتا یه خستگی میاد سراغمون که دلیل واضحی واسش نداریم. کار خاصی نکردیم، شاید تازه هم مثلا استراحت کرده باشیم. اما یه بیقراری آروم زیر پوست هممون جاریه. با خودت میگی من چرا انقدر بی‌حوصله‌ام؟ چرا حال ندارم؟ اصلا مگه چی شده؟ نکته اینجاست، شاید مسئله فقط تو نیستی. شاید تو داری یک تجربه جمعی رو دوباره تجربه میکنی. ترومای جمعی یعنی تجربه های تلخ، شوک‌ها، ناامنی‌ها و سوگ‌هایی که یک جامعه با هم تجربه میکنه. اما اثرش روی هر کدوممون جداگانه وارد میشه بدون اینکه بدونیم از جامعه خودمون داریم اثر میگیریم. ما فکر میکنیم حال بدمون از ضعف شخصیه، در حالی که ممکنه واکنش طبیعی به یک فشار مزمن باشه. و اگه اینو نفهمیم، به جای ترمیم، به جای اینکه واقعاً یه چیزی رو درست کنیم، شروع میکنیم خودمون رو سرزنش میکنیم. انگشت اشاره رو میگیم رو به خودمون. نکته اول، چه چیزایی باعث ترومای جمعی میشن؟ اول از همه، ناامنی و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی. مردایی رو تصور کنید که 10 ساله دارن کار میکنن. نه تنبلن، نه بی‌مسئولیتن. کار کردن این 10 سالو. اما هر بار میان یه برنامه واسه خودشون بچینن، یه اتفاق بیرونی، یه تصمیم اشتباه تو مجلس، تمام زحمتای اینا رو میشوره میبره. اینجاست که شبا تو سکوت خونه گوشی میشه بهترین دوستشون. زول میزنن به سقف. تو ذهنش چی میگذره اون آدم؟ اگه یه بحران دیگه بیاد چی؟ اگه این دفعه نتونم جمعش کنم چی؟ این فقط نگرانی مالی نیست. این یعنی زندگی تو آماده باش دائمی. بدن همیشه یکم سفت و آماده است. همیشه منقبضیم، همیشه گارد بالاست. وقتی این وضعیت هم زیاد طول بکشه، رفتارمون شروع میکنه عوض شدن. عصبی میشیم. ریسک نمی کنیم. دنبال رشد نیستیم. اگه بیشتر ادامه پیدا کنه، دیگه زندگی کردن میره تو حالت بقا. مورد دوم، سوگهای نیمه تمام. جامعه ما بارها با فقدانهای ناگهانی و شوکهای جمعی روبرو شده. اما همیشه فرصت سوگواری سالم نداشتیم. دختر جوانی رو تصور کنید که بعد از فاجعه ملی فردا مجبور برگرده سر کار و عادی رفتار کنه. تازه لبخندم بزنه. چون تو لاین فروشه. تو دلش بگه انگار باید وانمود کنم هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. وقتی این سوگ دیده نمیشه، تبدیل میشه به خشم پنهان. بی‌حسی. بی‌حسی هم خطرناکه، آدم‌ها رو میکشه، چون انسان به احساساتش زنده است. این روندم وقتی ادامه پیدا کنه، جامعه‌ای میسازیم که کمتر زنده است، نمیخنده، اهمیت نمیده. 3. فرسایش اعتماد. وقتی پیشبینی پذیری میاد پایین، اعتماد هم کم کم فرسوده میشه. پدری که به بچهش میگه به کسی اعتماد نکن، فقط حواست به خودت باشه. این فقط یه نصیحت پدرانه نیست. این جای زخمیه که خیلی وقت درد میکنه. پیامدش چیه؟ همکاری‌ها در سطح جامعه کم میشن. روابط سطحی تر میشه، آدما تنها میشن. و تا وقتی این اعتماد ساخته نشه، سرمایه روانی جامعه به مرور تحلیل میره. حالا واکنش‌های ما به این تروماهای جمعی چیه؟ واکنش اول، فرسودگی خاموش. خیلی عصبی نیستن، فقط خستن. صبح از خواب بیدار میشیم آماده دعواییم. تو ذهنمون چی میگذره؟ من دیگه حوصله هیچی ندارم. این خستگی دیگه جسمی نیست، ذهنمون دیگه تاب نداره. نتیجه رفتاری چیه؟ اهداف کوتاه مدت میشن. آرزو مال من نیست اصلا. آدم میگه فقط امروز رو برسونم به روز بعدی. این ظرفیت هم وقتی تحلیل بره، امید از بین میره. واکنش دوم، شرم شخصی سازی شده. وقتی شرایط سخته و خیلی یا زمینه‌های شخصی رو نمیبینن،
شروع میکنن خودخوری. مردهای 38 ساله‌ای که هنوز خونه ندارن. این تو فامیل جرئت نداره حرف بزنه. با خودش میگه من اگه عرضه داشتم تا الان کرده بودم این کارو. یا خانومایی که چند سال به مهاجرت فکر کردن، برنامه‌ریزی کردن اما نشد. هر روز تو سوشال مدیا زندگی دیگران رو نگاه میکنه. مخصوصا اونایی که مهاجرت کردن. میگه همه رفتن من موندم. این شرم روح رو میسوزونه. رفتارمون دفاعی میشه. حوصله خودمون هم نداریم. و اگه این چرخه نشکنه بی برو برگرد از درون میمیریم. واکنش سوم چیه؟ بی‌حسی دفاعی. بعضیام دیگه براشون مهم نیست. اصلا دیگه اخبار رو دنبال نمیکنن. با هیچکی بحث نمیکنن. میگن رد میشن. اما درونشون شاید این جمله باشه: اگه عمیق حس کنم از پا میافتم. یعنی احساساتمون رو میکشیم، بی‌حسی رو میکنیم یه سپر تا شرایط بیرونی رو تجربه نکنیم. این روح مردگی که در سطح جامعه میبینید دقیقاً همینجاست. بخش بعدی، حالا چیکار بکنیم وقتی اینا هستن؟ اینا واقعیت‌های تلخ زندگیمونه، واقعیت‌های تلخ جامعه‌مونه. چیکار بکنیم؟ اول، اسم گذاری دقیق. اولین قدم اینه که متوجه بشیم این قضیه مال ما نیست. همون مرد 38-39 ساله‌ای که نتونسته خونه بخره، اگه بشینه با خودش خلوت کنه، فکر کنه، بنویسه اضطراب من فقط از بی‌عرضگی شخصی نیست. سالهاست کشور من ثبات نداره. این بدنش یه آرامشی میگیره. اگه اسم نذاریم روی این مشکلات چی میشه؟ همه فشارا رو میچسبونیم به خودمون. شخصیت خودمون پیش خودمون خورد میشه. این اسم گذاری یعنی من از شرایط جدا بشم. من هستم، شرایطم هست. چه کاری بوده که نکردم؟ قدم بعدی، بازسازی اعتمادهای کوچیک. قرار نیست یهو جهان رو اصلاح بکنیم. یه دایره امن برای خودمون بسازیم. این چیزیه که من خیلی تاکید میکنم روش. ساکسس پارتنر داشته باشید. وقتی اعتماد جمعی آسیب میبینه، آدم ناخودآگاه میره تو حالت دفاع، کمتر ریسک میکنه، کمتر دل میبنده. حتی دوست خود آدمم از آدم کمک میخواد، میگه نکنه بعدم پشیمون شم این قدر ما رو ندونه. یا تو محیط کار مثلا میخوای یه ایده بدی، دلت نمیاد، نیستی باهاش. بازسازی اعتماد یعنی آگاهانه کوچیک کوچیک بیام جامعه خودم و اطراف خودم رو بهتر کنم. مثلا با دوستات به جای اینکه سطحی صحبت کنی یه خورده عمیق‌تر صحبت کن. پارتنر داشته باش. شاید اولش یه خورده ترس داشته باشه، ولی بعدش با مرز درست، با روابط درست، یه ترکی میفته تو این دیوار بی‌اعتمادی. یا فرض کن مثلا تو محلتون یه حرکت جمعی بزنید، یه خانواده نیازمند رو شناسایی کنید، یه کاری براش بکنید. اون لحظه میبینید چند تا آدم میاد مشارکت میکنن، میبینید دنیا اونقدر جای بدی نیست. اعتماد بزرگ با تجارب کوچیک ساخته میشه، بازسازی میشه. و ما کم کم تبدیل میشیم به آدمایی که میتونن از لحاظ اجتماعی تاب بیارن. و اگر این کارو نکنیم، این ترامای جمعی ادامه پیدا میکنه. مورد بعدی، کتاب خوندن واقعاً معجزه میکنه. شاید اسمشو زیاد شنیده باشیم، ولی کسایی که کتاب میخونن از انواع آسیب‌ها بیشتر در امانند. آقا ما ترامای خانوادگی داریم، بدرفتاری موروثی داریم. این با چی حل میشه؟ با کتاب. ما ذهنیت اقتصادیمون نسل اندر نسل ایراد داشت. با چی حل میشه؟ با کتاب. شوک اجتماعی بزرگ، خیلی بزرگ، با چی حل میشه؟ ذره ذره هر کلمه نفوذ میکنه تو این دیوار. شک نکنید کتاب خوندن راه حل همه مشکلاته. و در آخر، مشکلات جامعه ما انتخاب ما نبوده، اما بلوغ واکنش ما بستگی به ما داره. اگه شرمو کمتر کنیم، بدنمون رو تنظیم کنیم، اعتمادهای کوچیک بسازیم، کتاب بخونیم، هر کس زندگی خودش رو بهتر کنه، اطراف خودش رو بهتر کنه، از پایین به بالا جامعه ساخته میشه. ما همش از مسئولین خودمون انتظار داریم بالغانه رفتار کنن، صد خودشون رو بذارن، دغدغه‌مند باشن، ولی خودمون واقعاً در حل مشکلات خودمون اونقدر مسئول هستیم؟ نکته مهمش اینجاست.
وقتی میگیم ترامای جمعی نباید این به ذهنمون بیاد مشکل جامعه است، پس وای میستم جامعه درست شه. وایسا تا درست شه. جامعه درست نمیشه مگر اینکه تک تک افراد اون سهم مسئولیت فردی خودشون رو جدی بگیرن. باور بکنید تنها نسخه‌ای که واقعا کار میکنه همینه. آنچه در زندگی انجام میدهیم در ابدیت طنین انداز میشود.